Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil kalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. بزرگان محترم، برادران، خواهران و میلیون ها بیننده پخش زنده تلویزیون پیس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمی که شما خبر دارین که اکثرا ما با انگلیسی سخنرانی میکنم. بعضی وقتا کوشش میکنم که با هندی یا اردو سخنرانی کنم، به خاطر که ما به انگلیسی تعلیم دیدیم. پس معلوم است که در این سخنرانی اردو مرتکب بعض اشتباهات میشم. به همین خاطر در شروع سخنرانی ما از تمام شما معذرت میخوایم و امیدوار هستم که اشتباهات مرا نادیده بگیرین و به پیام سخنرانی ما توجه کنین. موضوع سخنرانی امروز ما درباره تعلیم برای هر دو جهان می باشد. الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید در آخرین کلام خود پیش از همه چیز نمیگه که نماز بخواند، زکات پرداخت کنن، روزه بگیرن، حج برن، بلکه اولین پیام الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید برای انسانها اقرأ، یعنی بخوانن. اما جای افسوس است که بسیار از مسلمانان نمیخوانند. الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید میفرماید، آیات را که ما در شروع سخنرانی خود خوندم، سوره اقرا یا سوره علق، چپتر 96 آیه 1 الی 5، الله سبحانه و تعالی میفرماید اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم. الذی علم بالقلم. علم الانسان ما لم یعلم. اقرا، بخوان، تلاوت کن، پیام الله را برسانین با نام رب خود. بخوان به نام پروردگار خیش، آن که آفرید، کسی که خلق میکنه. خلق الانسان من علق. انسان را از یک تکه خون بسته آفرید. بخوان و پروردگارت بسیار کریم است، پروردگارت مهربان است. الذی علم بالقلم. آن که انسان را با وسیله قلم علم آموخت. با آنچه انسان نمیدانست او را عالم ساخت. اولین هدایت الله سبحانه و تعالی در قرآن با انسانها اقرأ می باشد، بخوان. جای افسوس است که ما مسلمانا با 3 گروه تقسیم شدیم. قسمی که گفتم، تعداد گروه اول بسیار زیاد است، کسانی که نمیخواین بخوانن. گروه دوم مسلمانان کسانی هستند که میخوانن اما با نصف هدایت های الله سبحانه و تعالی عمل میکنن، که بازم جای شکر است. آنها بدون نام الله میخوانن، اونا میخوانن اقرا، اما با نام الله نمیخوانن. آنها با نصف هدایت الله سبحانه و تعالی عمل میکنن، بدون نام الله میخوانن. آنها علم کسب میکنن. اونا به اندازه متاثر فرهنگ غرب شدن که علم کسب میکنن، اما افسوس آن قسم که علم آنها را به الله نزدیک نمیسازه. تعلیمی که انسان را به اللهش نزدیک نکنه در این دنیا شاید از اون مستفید شوه، اما در آخرت کاملا بیکاره می باشه. این قسمش فایده نداره.
گروه سوم مسلمان ها کسانی هستند که فقط نام الله را میگیرند. نام الله را میگیرند اما با هدایت الله عمل نمیکنند. با پیام الله عمل نمیکنند. در میان ما مسلمان ها مردم بسیار کمی هستند. اگر بخواین گروه چهارم گفته میتونن، اما تعدادشان بسیار کم است که کاملا به هدایت الله تعالی عمل کنن. الله میفرماید اقرا بسم ربک، بخوان به نام پروردگار خویش. خواندن ضروری می باشد، حاصل کردن تعلیم ضروری است، اما تعلیم باید برای هر دو جان باشد تا فایده آن انشاءالله به شما برسه. پیامبر آخر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید، در صحیح حدیث روایت شده، ابن ماجه در حدیث شماره 224، پیامبر خدا میفرماید طلب العلم فریضة علی کل مسلم. طلب علم بالای هر مسلمان فرض است، چه زن باشد یا مرد. پیامبر خدا میفرماید طلب علم بالای هر مسلمان فرض است، چه زن باشد یا چه مرد باشد. اکثریت ما مسلمان ها فکر میکنیم که علم و تعلیم فقط در مکتب حاصل می شود، در پوهنتون یا در دانشگاه حاصل می شود. اما بهترین درسگاه انسان، بهترین مدرسه برای انسان خانهش می باشد و بهترین مدرس برای او مادرش می باشد. والده بهترین مدرس انسان می باشد، بهترین استاد برای انسان ها می باشد و بالای والدین فرض است که فرزندانشان را خوب تعلیم بدهند. در جهان فعلی ما میبینیم که انواع مشارعت ها و انواع جوامع می باشد. بعضی جوامع اسلامی می باشد، بعضی جوامع بر اساس ادیان دیگر استوار است، بعضی مردم در معاشرت غربی زندگی میکنند، در جوامع غربی می باشند. بعضی مردم در جوامع شرقی هستند، در معاشرت های مشرقی. الله تعالی در سوره مائده جزء 5 آیه 3 می فرماید امروز دین شما تکمیل شده و نعمات خود را بالای انسانیت تمام کرده. الله تعالی در سوره مائده جزء 5 آیه 3 می فرماید در این روز الله سبحانه و تعالی دین ما انسانها را تکمیل کرده است. بعد از تکمیل شدن دین هیچ چیز به دین اضافه نمی شود و هیچ چیز از دین کم شده نمی تواند. در موضوعات اساسی چیز اضافه شده نمی تواند و چیز کم شده نمی تواند. الله سبحانه و تعالی 1400 سال پیش دین ما را تکمیل کرده. در هر معاشرت که زندگی میکنن، چی در غرب یا چی در شرق، اگر قوانین معاشرت و تهذیب آنها خلاف حدیث یا قرآن نمی باشد، با قرآن یا حدیث جبهه نمی گیرد، پس هیچ مشکلی وجود ندارد اگر به آن عمل میکنید. اگر یگان گپ آن با قرآن یا حدیث جبهه میگیره، پس عمل کردن به آنها بالای ما مسلمان ها حرام است. در عصر حاضر میبینیم مخصوصا در جوامع غربی با شیوه تعلیم در غرب در علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت میکنه، اما جای افسوس است که در موارد اخلاقی در حال پس رفت است. در عرصه علم و تکنولوژی ممالک غربی پیشرفت میکنه، اما در موارد اخلاقی ما از حق در حال دور شدن هستیم. میبینیم که در این جامعه شراب عادی میشوه، مواد مخدر عام است، عیاشی عادی است،
تجاوز عادی می شود. می بینیم که در این معاشرت ها در جوامع غربی لباس کم می پوشند و هر قدر که لباس کم پوشیده شود به همون اندازه میگن که جامعه در حال ترقی است. اینجای افسوس می باشد اخلاق ما در حال بد شدن است.